моя, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы. السلام علیکم بیننده ها، دوستان عزیز، تماشابین ها. امروز ما باز در اقصای باستانی حاضر هستیم، مهمان هستیم. برای تبریک کردن جبار حاجی بابا آمدیم. قریب 2 سال پیش آمده از زیارت حج آمدنشان تبریک کرده بودیم و امروز نصیب کرد در روز زادروز، در روز جشن میلادشان تبریک گوییم. امروز تبریکات از مسافرت از نام خواهرشان آیسنم آیتی، از نام فرزندان جونی بگکه، نکمه جانکه، بابا یارکه، رخسار آیتی، دلافروز آیتی، از نام کلین پاشه ها، برگ گل آیتی، شهناز آیتی ها تبریک میگوییم. این لحظه های خورسندی را همراهی شما با هم ببینیم. کیفیتی خوش، آفتاب درخشان بالای سر شما باشد. پدران عزیز و فکرم همسنفان، السلام علیکم به اکمال خاله علایده برای شما جا که زمینک هستیم هر دوی ما. السلام علیکم مهمانان، حاضر میکنیم از آمدن و این آقصای عظیم و عزیز. ما خورسند میشیم هر باره که تکلیف میکنن. انسان های مهربان و مهمان دوست هستند. امروز باشد در خاندان حاجی بابا مهمان هستیم. ما 2 سال پیش بود در این خاندان مهمان بودیم. حاجی بابا را از زیارت عمره آمدنشان شادباش گفته پیشواز گرفته بودیم. من امروز باشد میلاد خودشان را جشن گرفته ایستادن. مرحمت جبار بابا، میخواستیم به نزد ما نزدیکتر آمدنتان را همچنان رخصت خاله مرحمت یک جای نزدیکتر به نزد ما نزدیکتر. حاجی بابا مولود مبارک، روز زادروز را امروز روز شکرانه تان را مبارک باد میگویم. دمی پیری و دولت پیری را دیده همراهی رخصت خاله حضور و حلاوت فرزندان را دیده گشتن نصیب کند. امروز شما را از نام مسافر خواهرتان، اما جانی فرزندانتان، از نام آیسنام اما، از نام فرزندان جانی بگکه، از مسافرت از نام نکمن جانکه، بابا یارکه، رخسار آیتی، دلافروز آیتی، برگ گل آیتی، شهناز آیتی ها، کلید پاشه ها صدقاً تبریک میگویم. گفتن پدر عزیز، پدر مهربان، پدر غمخوار و غمگسار ما امروز زادروز دارد. خدا کند 120 ساله شوند، در سر ما سایبان باشند. ما افتخار میکنیم به نیت‌های خود. خدا را شکر که رسیدیم. ما آرزو داشتیم پدر را حاجی کردن، بعد همون آرزوها رساندیم. شکر میگویم. برای پدرم، برای قبلگاه خاندان ما رسانید که پدر تو کوهی بر آسمان، ما کوه پاره ایم. تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم. بیرون شدن زی راهی تو بر ما فلاکت است. تو مثل راه آهنی، ما چو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی. تا ما شدیم بپا، تو خود دردی پا شدی. سر تا بپا پندی و دنیای حکمتی، به مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون تیر ماه میدهی تو آخرین ثمر، ای باغبانی عمر ما بر ما غنیمتی. پدر مادر
هست فرزندان بیغم هستند، فرزندان دعای نیک آنها را گرفته می‌گردند، شما را دوست می‌دارند. صادر روزتان مبارک باشد. بار دیگر شما را از نام فرزندان، از مسافرت، از نام فرزندی عزیزتان، از مسافرت از نام خواهرتان از جمهوری برادری تاجیکستان صدقاً تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید. صادر روزتان مبارک باشد. و البته از همه تحفه بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است می‌خواهیم پیشکش پدری عزیز کنیم با قرصک‌های مهمانان. مرحبا. با امروزه مولود خجسته میخواهم فرزندان جامعه های بهترین را با افتخار پدر عزیز تقدیم کنند که همیشه قله سر به آسمان خاندان شده گشتن نصیب کنند. مرحمت فرزندان یک تا تحفه ها را برای جبار بابا حاجی بابا تقدیم میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب، پدر باران، پدر طوفان، پدر سر بستده در باد، پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد، پدر در زندگی استاد. مبارک باشد. از نام کلید پاشا مبارک باشد. جبار بابا که انسانی خوشبخت هستید میخواهند کلید پاشا همین سورپرایز رو تشکیل کردن و سخنهایشان رو برای شما رسانند. مرحبا. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمده اماتا. من امروز زادروزی بابا جانمون بوده، بابا جانمون سرد در الهیم همه یک گردک باید کدیم از نام داداش قبول کنه و جای مول بینه. الهیم بیش کتی سرمونده ساق سلامت فرزندای ما دعا گفته گرده هیچ وقت کسل نشوه، خوش پیر شوه، سرمونده سایبان شده گرده. از نام داداشم تبریک، از نام من تبریک کن گفتم موندم. خوش آمده مهمانه برو دیگه. سلامت باشن. تشکر. مرحبا. توفه ها را تقدیم میکنیم. مرحبا. شبانگاه که می آیی گه سرد است دستانم، ولی گرم مبارک باشد. و البته میخواستیم شیرینی را به نزد حاجی بابا به نزد رخصت خاله نزدیکتر بیاریم، شیرینی را بریم و از آن تناول کنیم. بعد از آن باشد نیت های نفسونه که مهمانان رو میشنویم. مرحبا. زادروز مبارک باشد. مرحبا. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничений. حاجی بابا کار دست گیرید. رخصت خاله دارد شما بنده. زادروز مبارک. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения.
مبارک باشه. Чтобы на твоем столетии все могли позабыть. حالا تبریک کنیم ها؟ از مسافرت از فدراسیون روسیه از نام دامادتان حسن دینکه تبریک میگوییم. زاد روزتان مبارک باشد. صحت سلامت حضور و حلاوت فرزندان و بیره ها را دیده گشتن نصیب کند و با چنین نیت ها سخن ها را دوام میکنیم. رخصت خاله مرحمت. السلام علیکم مهمونان همسنفا خوش آمده در درگاه بابای ما خیش و تبال ها همسایه ها حال یکاتون را رحمت کلون بچه یکان کرنکان دا دخترکان دا هم یکاشون را رحمت کلون در بچان در سعی دوره هوایک دم رحمت کلون خوش آمدید هم یکاتون نبرابطه السلام علیکم مرحبا. امروز دراشتن بابا جان من است. من بابا جانم را تبریک میکنم. ایلایم در وقت نبره هاشان ساخ و سلامت باشد. من بس از سلامتی بیشتر چی میگون؟ السلام علیکم بابا جان عزیز. امروز درجه شما بود است. من از نامی سینفاتون تبریک مینمایم. الهی صد ساله شود بس از آن پیر شود. سلام علیکم خوش آمدین بابا جان. و در اینجا خدا بابا توفه ها دارن برایشان تقدیم میکنن. مرحمت. حاجی بابا قبول کنید از نام خدا بابا. مرحمت. تو همچون شمی سوزانی شرابه جانی بگه که گذارید یا نشان بنازید که مرحبت. سلام علیکم خوش آمده مهمونا. خدا الهی صد در دوره در سر ما ساخت سلامت گردید. این روز گرنده تان همین شد. رحمت سلامت باشم. حاجیانه خالدارانه مرحمت شما را تکلیف میکنیم از نام اهل گذر همسایه ها. مرحمت. السلام علیکم دخواه همسنفکای جبار بابا خوش آمده نغز آمده. من جبار بابا که چند سالای ما همسایه نغزیم. مرکه مانده همه جا مانده یک میر رفت و آمد میکنیم. الهیم جبار بابا صد دوره حضور فرزنداش بینم رخصت کتی خوشه پیر شوا پیری بدوله شوا با مرتبه بچهشون این زیاد باشه. الهیم همین سفر دگه گشتگی بچهشون عمره که عمرشون دراز شوا رزقشون فراغ شوا رهکاش به خطر باشه. ساق سلامت کار کده بیا با این زیاد توی کده دیه. خوش آمده. رحمت سلامت باشن. بخوال خلا کلاسکام کی بود؟ کلاسکام من یاد دگیرک بودم نکنیم. سخن به اشما زورش نیست. باید یک نمیز چی بود؟ شیشتا خیزر. خفه نیستی جبا؟ السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی همسنفان عزیز و محترم. همین شما نگفته چند مزارات چند مایه زیر کدمی بیام که شما نبینم افته. جبار جان من نفهمیدم که توی خیلی نای داشتی تشکیلات داشتی لیکن از شب اومده خو میرفتم یک خیلی شیرکای ازیاد میکردم که براز خودت گوم بود. نه نازی نیست شیرهای همه کنه سری کوهی بلند جفت ستاره جوانی نوقدی 22 ساله جوانان قدر یک دیگر بدانید دیگر نمی آید عمری دوباره.
جبار جان الهیم زنه کد کتی قوشه پیش و همسایه بدیم یک وقتی خیلی مردم نگرفتی خیلی چیکار کنیم اکن مسافر شدیم مسافر کده زنه که مسافر کدن جدایم اوولای چوکی زیادی شما بعد مسافر شدن اشترکو برای اول الهیم زنود کتی یکم و چیرات قوشه پیر شو پیری به دولت شو خدای مهربان همین راه دورکات فقط الهی مکه خدا جانم اسرا کنم میجه بریم الهی بچه کد با خودت به برکی آوی رمانت یا خوجی خدیر با هم نظر کنم الهی همه همسین پکای اشتگیامون یگان تش خوری زاریه نبینه چند تیکامون اوش رفتگیه الهی مویکای جایکاشون جنت بشه و الهی هم یکامون نمیخلی نشست کنیم و شینیم حسین جانی من اومده خدمت کنم حسین جان رحمتی کلام شما با خمبغل نمیگه بای نمیگه گیجو نباشه میری نیکی من سخن قزیق تو نمیگه رحمتی کلام برای اول گفتنیم که همسینفای شیرین همسینفای عزیز همی گیجو یک دود برای رفتنامون در کرچوه که این دنیا دمیزاد به خلیمه هم یکاتون شواتون باشه قوشه پیر شوه زناتون کتی قوشه پیر شوه بچه یکاتون هماتون حضور شبینه جبار با گرد زنمی جبار با خفه نشوه نه دستای من دستای جبار زن شبینم میگیره زن میگین زنش نباشه یکان وای نباشه دستا ما داشت بخدا من گپی درون نمیزنم باید حاجی با میگن چوکی نونو تلال باشه دیگه کوچه بخور من گپا تو گلیش میزنم برای اول جبار این روزی گندت همه خیلی گذاره اکن حضیل میکنم بیا جبار هم یکاتون خوش آمده خونی جبار با الهیم هر سالی همه خیلی بیرجده میکنم ماها بیم حسین جان بیا خوش خورسندی کنیم یک موزیکی نظم میزده که با یک اصول میکدیم با کی دباف که میکنه گپا مایلش حسین جان رحمتی کلام و خالا آدم خفه کده که نه گفته که اگر همه اقصای میمودم ناز بعد آهلیک چی میکرد به شما حالی هم که آهلیکی ما رفته یک زنی فعال آهلیکی ما هسته این تقدیر خداوند است ما افتخار میکنیم از بودنتان همیشه صحت سلامت باشید این خیلی کیفیتی خوش این خیلی هزینه هایی که صاف از دل میبره فقط از شما میبراید همیشه صحت سلامت باشید باز خانهای تبریکاتی باشد از همسینفان السلام علیکم همسینفای عزیز خیش و تبارون همه من از نامی دوانمون زمیره التماس کرد پگاهی از شخصانی که در اینجا اشتراک ندارن ما یک علیه بعضی اونو از سبب وای شدن اشتراک نکردن سبب نو از نام همه همون دختران از نام همه از صمیم قلب تبریک می نمایم و بر جبار عمری دراز صحت سلامتی و میخواهم در آینده از این هم زیاد با فرزندانش رحمتی کلام میگویم که پدر و مادرشون رو احترام کردن همه خیلی روزها رو نصیب گردانده است و کلو نمونم عمری دراز صحت سلامتی همه وقت صحت سلامت باشن همه یکتون خوش آمده نوری دیده تاج سر الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم همتون همسینفای محترم سلام و مهمانانی که آمده هستند و دیگر آمدگان همتون سلام امروز سببگار امروزه بعضی امروزه امروز جبار حاجی با آمده است و حاجی با گپای ناز گفتم با همین ما همراه میشیم همسینفا الهی همین سال امید سگی و جبار با سال ناز سال پربرار پرفیض بیاد همه مونده طور مونده سیاد سلامتی همسینفای محترم و دیگرانی که در اینجا نیستن سالی همه تون سالی ناز بیاد روزی گنده جباربا همه خیلی شاید در همین نشسته ممکن و تشکیلات چایی که در این تشکیل است رحمت کلام میگیم البته همه تون سیاد سلامت باشد در پناه خدا بودشتم رحمت سلامت باشم بخمال خالت تایوره دیدن گیره عجب میخزیم همه رقص رو تکلیف میکنیم یک جه میرقصیم خواهید مایلش خواهی هر دیاتو خواهیش من دو مرحبت یک جه رقصیدن ممکن صورت های رقصی برای شمایان
آجی بابا زاد روز مبارک باشد. الان خیلی دوره دوستان هیچ وقت کنده نکند. خدا کند که 120 سالگیتان و از اینم خوشبخت شدگیتان و من آمده اشتراک کنم و علمی سخنهای باز یادآوری کنیم. روز خرسندیتان مبارک باشد. مرحبا سراتای رقصی برای شما.
شبنم گلنار بیا بالینم وای آجو برار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم وای الار الار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم وای الار الار بیا بالینم شبنم گلنار بیا بالینم وای الار الار بیا دانم چکنی میدوزم بنامش دانم چکنی میدوزم آه سردی میکشم آه سردی میکشم درون درون میسوزم جوره جان جگی جگی من دم برد بگی جوره جان جگی جگی من دم برد بگی عزیزان جبار حاجی بابا را در روز خورسندی جشن زادروزشان تبریک کرده همراه شمایان به هم دیدیم با ما باشد با شبکه شهنام سلامت باشد.